در شهر مسکوی روسیه یک گروه مهاجران تاجیک به مقامات روس دعوا بردند که شرکت اونتستروی گروپ بیش از 10 میلیون روبل حق آنها را پرداخت نمی‌کند. این گروه 80 نفری مهاجران تاجیک که در شرکت اونتستروی گروپ در مسکو کار می‌کردند، دعوا دارند که شرکت بیش از 10 میلیون روبل معاش آنها را نداده است و مقامات روس هم ارز آنها را نادیده می‌گیرند. یکی از مالکان اساسی شرکت عمر جبرائیلوف صاحب کاری با نفوذ چچن است که سال 2000 نامزدی خود را به مقام پرزیدنسی روسیه پیشبری کرده بود. در نشر این خبر رادیوی آزادی نوشته است یاوری جبرائیلوف روز 25 سپتامبر در صحبت تلفنی ادعای مهاجران تاجیک را رد یا تصدیق نکرد، اما نماینده دیگری اونتستروی گروپ گفت شرکت مفلس شده است. این مقام اونتستروی گروپ گفته است قرض شرکت در نزد کارشریکان و کارمندان در مجموع به 600 میلیون روبل میرسد و در صورت مفلس اعلان شدن و ترکه اموال هم به گمان است که برای پرداخت معاش کارگران پول رسد. در روسیه بیش از 1 میلیون مهاجر تاجیک کار و زندگی میکنند و حادثه سرپیچی از پرداخت مزد معاش آنها از سوی کاردهندگان در این کشور زود رخ میدهد.